صدا تو ما خواننده سید بچم و یک باره و سال زیادتر قرآن حفظ میداند اما کم اوای امامتی کند من مقتدیش دوام بشم چند سال است؟ چند سال است؟ 14 می شود 14 ساله به بلاغت رسیدگی هسته انشالله. انشالله به بلاغت رسیده باشد اگر می شود امامتی کند به شما. امامتی کند ها و مقتدی و امام زیاد قرآن داند جایز می اپشتش؟ یکم مشکل ندارد، اما هر کس در وقت امام ماندن اونه که هم قرآنش زیادتر است و هم علم شرعیش زیادتر، او باید امامی کند. اما یکی نه کمتر علمش کمتر و قرآنش کمتر امامی کرد نماز صحیح هست، با که ندارن. سنت و بهترش این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم هر کسی که قرآنش زیادتر است اقرأکم میگویند، او را امام میکنند. اما یک دیگر کس کرد نه، اما کودک امامی کردن حق ندارد در نماز فریضه، برای نماز تراویح و نمازهای نافله میشود. ما کن جماعت شده خانم خان جماعت خانه ثوابش کلان است، ولیکن فقط اهمیت دید که آیا به بلاغه رسیده است یا نه. برای اینکه 14 سالگی در تاجیک یک سن سالی چی است مشکوکی هست، بعضی بچهای 14 ساله به بلاغت نمیرسند.